خلاصه این که نظر دیگران میتونه تاثیرات زیادی روی ما بذاره، مخصوصا اگه بهش آگاه نباشیم، چون به طور پیش‌فرض نظر دیگران برای ما خیلی بیشتر از چیزی که باید مهمه. خونه خیلی از ماها اینجوری بوده که قشنگترین ظرفا طبقه بالای کابینت خاک می‌خوردن یا رو مبلیا فقط وقتی برداشته می‌شدن که مهمون بخواد بیاد. اینجور رفتارا اهمیت نظر دیگران رو برای ما بیشتر کرده و اونقدر افراط کردیم که دیگه هر تیکه و هر لحظه‌مون شبیه تصورات یک نفره و خود واقعیمون بین این موجود تیکه پاره گم شده. پس تعامل ما با دیگران به شکل عمیق و پنهانی روی حقیقت ما تأثیر میذاره. در واقع خود ما بیشتر از این که محصول فکرای درونی باشه، محصول روابط و دیدگاه‌های محیط اطرافمونه.